برادر ساعت 3 شب سر مردم جنگ شروع شده. تا ساعت 7 بجه به این مردم نه کمک هوایی آمده نه کمک برادر زمینی آمده، هیچ کدام چی است. طیاره آمده طیاره نمیزنه. آقای رئیس جمهور تو دوج 6 تا چی کار میکنی؟ چرا به این درد ملت دوا نمیشی؟ چرا نمیکنی دوا نمیکنی؟ چرا برادر بچهای مردم چرا تباه داری؟ اگر نمیتون شهید شده چی بگم برادر 35 الی 40 نفر شهید شده اینا. کلان برادر سردخانه رو شهید گرفت از برای خدا. چرا به درد مردم دوا نمیشین؟ چرا اگر نمیتونی چرا از چوکیتون نمیبرین؟ او بدر یک کسی دیگه بدر دست چوکی بشینه. نمیتونین هیلا کنین. صلح چه گپشی؟ مردم بدر این توبکی مردم شهید بوده، توبکی مردم بدر از ظلم ببینه. شما را مردم رای داده که به درد ملت دوا بشوین. شما خصم مردم بدر تا امروزی که شما شیشتین هر روز بچهای مردم شهید ساختین. سر شما صدا میکنم آقای دکتر عبدالله. صلح نیست مردم گپ داده رئیس تا هر روز بچهای مردم یه شهید داره. صلح نیست. ولیاز خدا از صلح براین. اگر واقعیت خدمت میکنیم به این ملت به این بدر به این چیز به دولت به دولت مرد هستی بدر تیارت هست هر چیزی هست بزنی مردم. اگر واقعیت که دوام